وزارت عدلیه تاجیکستان امروز در نشست خبری خود در رابطه با گزارش‌های سازمان‌های جهانی هیومن رایتس واچ، فریدم هاوس در رابطه با وجود محبوسان سیاسی در زندان‌های تاجیکستان اظهار نظر نمود و تاکید کرد که موافق قانون‌گذاری‌های تاجیکستان محبوس سیاسی وجود ندارد و در زندان‌های تاجیکستان چی در گذشته و امروز محبوس سیاسی به سر نمیبرد. این افرادی را که امروز همچون محبوس سیاسی سازمان‌های جهانی حقوق بشر اشاره میکنند، آنها محبوس سیاسی نیستند، برعکس بر اثر ظاهر نمودن جنایت‌ها آنها بر اساس کادکس جنایی تاجیکستان از طرف دادگاه‌های این کشور محکوم به زندان شدند. امروز رستمی شاهموراد وزیر عدلیه تاجیکستان در رابطه با این مسئله ذکر نمود که از گزارش‌های سازمان‌های جهانی آگاه است، ولی تاکید میکند که این گونه محبوسان سیاسی در تاجیکستان نیستند و گفت که هنوز این سازمان‌های جهانی که در رابطه با محبوسان سیاسی حرف میزنند هنوز در مورد بهاگذاری محبوس سیاسی، یعنی محبوس سیاسی چگونه باید باشد، هنوز اظهار نظر نکردند و گفت که موافق قانونگذاری‌های تاجیکستان تا امروز کاتگوری محبوس سیاسی در قانونگذاری تاجیکستان وجود ندارد و به همین ترتیب و ذکر نمود که محبوس سیاسی در زندان‌های تاجیکستان نیستند، هرچند که سازمان‌های جهانی حقوق انسان آنطوری که پیشتر گفتم هیومن رایتس واچ و فریدم هاوس تاکید کردند که در زندان‌های تاجیکستان فعلا 132 محبوس سیاسی به سر میبرد و حتی آنها نام بردن از جمله بزرگمیر یوروف، شهرت قدرت و دهان نفر دیگر رو که به خاطر فعالیت‌های سیاسی، نظرهای سیاسیشان زندان شدند و حالا دوره جزای خود را پس سر میکنند. مانند به این پاسخ وزارت عدلیه تاجیکستان، تقریبا پیشتر امبودسمن تاجیکستان نیز همین نکته را و عیناً همین پاسخ را تکرار کرد و گفت که در تاجیکستان محبوسان سیاسی وجود ندارند و آنها نفرایی هستند که برای جنایت‌های گوناگونشان بر اساس کادکس جنایی تاجیکستان به محکمه کشیده شدند.